ببین دی تریدینگ فقط تو یه حالت جواب میده. خب جدی میگم، فقط یه حالت. اون چه حالتیه؟ وقتی که خونه خودتو داری، مستاجر نیستی، اجاره نمیدی، درآمدت اونقدر زیاد هست که خرج خودت و زن و بچت و همه نیازاتو میده، پسندازتو داری. حالا با توجه به سواد مالی خود و تصمیم خودت تو هر چیزی که دوست داری پسنداز کردی. میتونه اس&پی 500 باشه، نسدق 100 باشه، کیوز باشه، طلا باشه، پلاتینیوم باشه، یا هر چیزی، یا اصلا به صورت کش باشه که بذاری تو بانک سودشو بگیری. هر چیزی که هست. بعد از همه اینا اگر پولی موند، میتونی باش دی تریدینگ انجام بدی. هم حال میده، هم فانه، هم ادیکشن داره، هم یکم پول از دست میدی، یکم پول شاید به دست بیاری. یا کلا اگر هیچ کدوم اینا رو نداری، باز همچنان دوست داری دی تریدینگ بکنی، بهتره که از پراپرما استفاده بکنی تا لاقل پول و سرمایه خودتو به فنا ندی. اونا اینجوریان که یه پول خیلی کمی میگیرن، بعد اگر نشون بدی که مهارت ترید داری، یه حجم خیلی زیادی از پول در اختیارت قرار میدن که اگر سود کردی یه درصد خیلی کمیشو برمیدارن، اگر ضرر کردی کلا ضرر مال اونا میشه، ولی نهایت اون پول رو ازت چی میگیرن و دوباره مجبوری که از اول فرایند رو شروع بکنی.